مخصوصا برای رفتن به آرامگاه رودکی در پنجکنت راه سپید. دوراهی 40 کیلومتر اون طرف به سمت پنجکنت میره، 40 کیلومتر این طرف به سمت آرامگاه رودکی. از این راه صعب العبور و مشکل گذر کردیم و سفر دراز نباشد به پای طالب دوست و تا خودمون رو به هر حال برسونیم به آرامگاه رودکی، چون که تاجیکستان آدم بیاد آرامگاه رودکی نیاد واقعا نمیشه و به قول حافظ خیز تا خاطر به آن ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید. پدر جون اونجا به خط سیرلیک چی نوشته؟ دوست آید گرم در آغوش گیر. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. اونجا که به خط سیرلیک بود، اینجا هم به خط فارسی. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. حالا ما میخوایم بریم دیدار رودکی را دیدار رودکی میریم. این درباره دوستی، رفاقت، برادری، این درباره با در دیدار رودکی رفتن. استاد رودکی نزدش بریم. اینجا ده یا ده 5 روده، زادگاه رودکی بزرگ. حساب بکنید که از این راه صعب العبور که شما گوشه هایشو دیدید ما اومدیم، راهی که حتی یه تابلو نداشت بدونیم چقدر دیگه از مسیر مونده، راهی که 200 کیلومتر بود ولی 6 ساعت با یک ماشین به قول معروف شاسی بلند و توانا در قرن 21 طول کشید، راهی که یک شهر در مسیر نداشت و تماما روستا بود، راهی که یک مغازه نداشت. حالا تصور بکنید رودکی 1000 سال پیش در این نقطه زندگی میکرد. پدر جون اسم شما چیه؟ اسم من عبدالرحیم عنایتوف. عبدالرحیم عنایتوف. یه خود از رودکی برامون بگید. اهل 5 رودین؟ من میدونم اینجا. اهل 5 رودین؟ یه خود از رودکی برامون بگید. مردم اینجا خیلی رودکی رو دوست دارن؟ من زادگاه استاد رودکی، سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک. ابو جعفر رودکی در همین زادگاه در همین جهه خاک شدگی. سال 2008 به نام رودکی از طرف یونسکو نامگذاری شده بوده، ولی فکر کنم با وضع موجود، البته بنای آرامگاه رو حالا میبینید بنای شسته رفته‌ایه، ولی واقعا برای این آدم بزرگ فکر کنم کم باشه. هنوزم 1 سال دیگه 2 سال دیگه باید به نام رودکی گذاشته بشه، نامگذاری بشه تا بیشتر یه مقداری به اینجا رسیدگی بکنن. به هر حال شخصیتی است که جهانیه، شخصیت بزرگ 1000 سال گذشته. 1150 سالگی رودکی این نام تاجیک در جهان پهن کرد.
زمان سه‌شنبه، مکان دوشنبه. کشور تاجیکستان. اکی جان نغزی تنجی کارسازه. شکر خدا نغزم تینجم سازم. حالا تاجیکیه مال مردم اینجاه. ساعت به وقت تاجیکستان 10:42 صبح، 30 دقیقه از ایران جلوتره. اینجا میدان بوعلی سیناست. این طرف به سمت آرامگاه رودکی. زاموچی. مهمانی عزیز سفر مبارک باشد. هرچند که از راه دراز آمده. بیا بشینیم با هم یه چای تاجیکی بخوریم. و بالاخره رسیدیم. میگن که سفر به عزم رسیدن به صبح هوشیاری است. سفر کنیم، سفر ابتدای بیداری است. دیوان رودکی در دست رسیدیم به بنای آرامگاه ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم رودکی. بعد از طی یک مسیر دشوار رسیدیم به جایی که خلوت و ساکته. اون هیاهو و شلوغی که مثلا در حافظیه یا سعدیه یا حتی مقبرة الشعرای استاد شهریار در تبریز هست، اینجا نه، اینجا خبری نیست. اونقدر گردشگر داخلی و خارجی نمیاد. و این نکته مهمه. به اون بیتی که گفتم ربط میدم که سفر به عزم رسیدن به صبح هوشیاری است. سفر کنیم، سفر ابتدای بیداری است. شاید برای ما این سکوت به فکر ما رو وادار بکنه و برای ما این تعبیر بیداری باشه که 1150 سال پیش مردی در این روستایی که حتی الان در قرن 21 هم دور افتاده و محروم محسوب میشه، حتی بعد از 20 سال استقلال کشور تاجیکستان و مسیرش رو دیدید که حالا چجوریه، وای به حال خود روستا. این مرد در ادبیات ایران زمین و زبان پارسی کاری میکنه که سال 2008 از طرف یونسکو سال رودکی نامگذاری میشه. واقعا لحظه‌ای باید فکر بکنیم و ببینیم 1150 سال پیش چگونه اندیشیده، با چه پختگی فکر کرده، چیا سروده و چه دستاوردی برای اندیشه و هنر بشریت داشته که اینقدر میتونه ستاره درخشانی باشه در آسمان نه فقط ادبیات ایران، آسمان مشاهیر جهان. آرامگاه رودکی رو با هم نگاه میکنیم و یکی دو سه تا ماجرا رو میخوایم در این سفرنامه، در این بخش با هم مرور بکنیم. حالا ماجرای این آرامگاه و سنگ قبر و ماجرای نابینایی رودکی چی بوده؟ صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیکستان 1940 عزمش رو جزم میکنه ببینه قبر رودکی کجاست. از روی شواهد تاریخ سمرقند بالاخره در یک گورستان قدیمی در این روستای پنجرودک یا پنجکند یا پنجرود
این قبر رو پیدا میکنه. 1965 گروهی باستانشناس روس میان نبش قبر میکنن و از روی استخوان‌های باقی مونده از رودکی و بر اساس سروده های خودش پیکرش رو ترسیم میکنن، یعنی شکل رودکی رو میتونن تشخیص بدن چجوری بوده. رمزگشایی از ماجرای نابینایی رودکی هم تو همین حین و بین اتفاق میفته، هم از روی دی ان ای استخوان‌ها، هم از روی شکل ستون مهره های پشت گردن. اینها تشخیص میدن که رودکی کور مادرزاد نبوده، هرچند که محمد اوفی در لباب الالباب معتقده که رودکی کور مادرزاد بوده، اما اینطور نیست. رودکی رو 50 سالگی به بعد ظاهراً کور میکنن و شواهد باز نشون داده بوده که رودکی رو چشماش رو روی زغال گداخته یا آتش قرار میدن و چشمای اون میسوزه و متاسفانه اواخر اون رودکی مورد بیمهری قرار گرفته بوده. به هر حال با تلاش‌های صدرالدین عینی و این گروه باستانشناس روسی ماجرای کور بودن رودکی و اینکه کور مادرزاد نبوده به اثبات میرسه و مورد تایید قرار میگیره. این آرامگاه رو بنا میکنن و یک آرامگاه در یک پلان 8 ضلعی با گنبد فیروزه‌ای زیبا که اتفاقا استادای کاشیکار نیشابوری خودمون اینجا رو طراحی کردن. شکل گنبد شکل افلاک نماست. ما بهر دلشناسان شعر و ترانه هستیم، بهر نواشناسان چنگ و چغانه هستیم. گویند شاعر خوب فرزند دور خیش است، بهر زمان شناسان ما خود زمانه هستیم. ما کوه زاده اما دلهای نرم داریم، در تنگنای کوهی دل به کرانه هستیم. گر رودک ده ما بر بحرها نریزد، دریای دل خروشان ما خود روانه هستیم. آنقدر هم جدید و آنقدر هم قدیمیم، گاهی حقیقتی کل گاهی فسانه هستیم. این جایی که الان آرامگاه رودکیه مثل توس که محل زندگی فردوسی بوده، بعد آرامگاهش هم همونجا میشه، اینجا هم همینجوریه. رودکی همینجا زندگی میکرده. یه بنای خیلی ساده اینجاست، کتابخونه رودکی هست. اون طرف شما یک عمارت خوشنقش و نگار 2 طبقه میبینید، چایخونه و رستوران. اون طرف هم یک ساختمون سفید رنگ با سقف شیروانی آبی رنگ، مهمانسرا یا یه هتل خیلی جمع و جور و ساده ایه در همین بنای عمارت آرامگاه رودکی. زمان سه‌شنبه، مکان دوشنبه. کشور تاجیکستان. اکیجان نغزی تنجی کارسازه. شکر خدا نغزم تینجم سازم. دولت تاجیکیه مال مردم اینجاه. ساعت به وقت تاجیکستان 10:42 صبح، 30 دقیقه از ایران جلوتره. اینجا میدان بو علی سیناست. این طرف به سمت آرامگاه رودکی. زاموچه مهمانی عزیز
سفر مبارک باشد هرچند که از راه دراز آمده. بیا بشینیم با هم یه چای تاجیکی بخوریم. کجا شد موی مشکینت، کجا شد دست گلچینت، کجا شد ماه و پروینت، کجا شد یار شیرینت. چو تیری بر هوا رفتی، چو عطر با صبا رفتی، کجا رفتی جوانیم، جوانیم کجا رفتی. کجا شد اوج پروازت، کجا شد حسن آغازت، کجا شد شور احساست، کجا شد فصل اعجازت. چو اختر از سما رفتی، چو کفتر از فضا رفتی، کجا رفتی جوانیم، جوانیم کجا رفتی. توی تذکره های ادبیات ابیات تک و توکی از حنظله بادغیسی و وصیف سیستانی هست، اما رودکی رو ما باید پایه‌گذار شعر فارسی بدونیم و رودکیه که شعر فارسی رو بنیان گذاشته و حدود 100,000 بیت هم شعر سروده، هرچند که همه اونها امروز به دست ما نرسیده. شمس قیس رازی در کتابش المعجم فی معایر الاشعار العجم رودکی رو مبدع وزن رباعی میدونه، هرچند که واژه رباعی یک واژه عربیه. میگه که رودکی نشسته بوده، یه بچه‌ای داشته با گردو بازی میکرده و شادی میکرده. رودکی از صدای غلط خوردن این گردو این مصرع میگه که غلطان غلطان همی رود تابون گو، مفعول و مفاعل مفاعیل ف، یا همون وزن معروف رباعی، لا حول ولا قوة الا بالله. به هر حال رودکی اشعار حکمت و پندآموز بسیاری داره. مثلا میگه که به روز نیک کسان گفت تا که غم نخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. شعر عاشقانه هم بسیار داره رودکی و تقریبا در تمامی شاعران بعد از خودش به نوعی تاثیر گذاشته. عنصری مثلا میگه که غزل رودکیوار نیکو بود، غزلهای من رودکیوار نیست. دقیقی، ناصر خسرو، فردوسی و حتی حافظ هم از رودکی تاثیر پذیرفتن. حتی مولانا در یک غزل به استقبال شعر معروف بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی رودکی میره با این مطلع که بوی باغ و گلستان آید همی، بوی یار مهربان آید همی. رودکی پدر شعر فارسی است و نکته دیگه از اشعارش این که قرار بوده کلیله و دمنه رو به نظم در بیاره. این کار رو هم میکنه. ترجمه منظوم کلیله و دمنه اما امروز متاسفانه به دست ما نرسیده. از اون هم ابیات تک و توکی موجوده. اولین بیت ترجمه منظوم کلیله و دمنه باز یک بیت پر از حکمت بسیار قشنگه. رودکی میگه که هر که نامخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. رودکی امروز در باغی که زندگی میکرده آرمیده، ساکت و تقریبا مهجور. ما اومدیم برای شما گزارش بگیریم تا قدری از تنهایی رودکی کاسته بشه. رودکی 1150 سال پیش به زبان امروز ما شعر میگه. قصه خیلی معروف از زندگی رودکی ولی شنیدنش بازم خالی از لطف نیست. امیر نصر سامانی که رودکی در دربارش شعر میگفته و به نان و نوای هم رسیده بوده، با لشکریان حرکت میکنه از بخارا به سمت هرات برای تفریح و استراحت. قرار بوده 1-2 ماه فقط در هرات باشن، اما این موندن 4 سال طول میکشه. آب خوشگوار هرات، میوه های تازه، شکار خوب، نسیم خنک و بقیه مسائل باعث میشه که امیر هی به تأخیر بندازه، بگه حالا یه مقدار دیگه هم میمونیم، حالا پاییز، زمستان هم میمونیم، زمستان بهار میمونیم، فصل سرسبزی بهار میمونیم، دوباره تابستان هم میمونیم، میوه ها میرسن و خلاصه لشکریان برای خانمان و دیار و اهل و عیال دلشون تنگ میشه. هر چی فکر میکنن میبینن چیکار بکنن که
امیر نصر سامانی رو راضی بکنن از هرات برگرده به سمت بخارا چیزی به ذهنشون نمیرسه. ناگهان به این فکر میکنن که بهتره بریم پیش رودکی ببینیم اون نظرش چیه. به هر حال رودکی مقبول القول بوده پیش امیر نصر سامانی. به رودکی میگن که اگر یه کاری بکنی که امیر نصر سامانی رو راضی بکنی برگرده به سمت بخارا، ما به تو 50,000 درم پاداش میدیم. رودکی فکر میکنه و تیزهوش بوده، چنگ مینواخته و آواز خوشی هم داشته. فکر میکنه که باید شعری رو در واقع بسراید که از نسیم هرات لطیفتر باشه، یعنی یه جوری بخارا رو برای امیر نصر سامانی توصیف بکنه که امیر دلش هوای بخارا بکنه. رودکی این شعر رو میگه و بعد از صبحانه امیر چنگ بر دست میگیره و این غزل رو میخونه که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی، ریگ آموی و درشتی های او زیر پایم، پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیرزی میرزی تو، شادمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. امیر نصر سامانی هم غزل رودکی رو شنیده نشنیده سوار بر اسب میشه، بدون اینکه کفش در پای بکنه تاخت میره به سمت بخارا. 2 فرسنگی در تذکره ها اومده که موزه یا همون کفش امیر نصر سامانی رو براش میبرن و اینقدر از خود بی خود شده بوده. اینطوری رودکی 50,000 درم رو هم میره از لشکریان میگیره. و بعد از گشت و گذار در فضای آرامگاه رودکی، یک پلو تاجیکی که خودشون میگن آش، در جایی که برای همین کار طراحی کردن به اسم چایخونه رودکی و ماست چکیده، در آخر هم یک پیاله چای کبود. زمان 3 شنبه، مکان 2 شنبه. کشور تاجیکستان. اکی جان نغزی تنجی کارسازه، شکر خدا نغزم پینجم سازم. حالا تاجیکی مال مردم اینجاه. ساعت به وقت تاجیکستان 10:42 صبح، 30 دقیقه از ایران جلوتره. اینجا میدان بوعلی سیناست، این طرف به سمت آرامگاه رودکی. زاموچه مهمانی عزیز سفر مبارک باشد، هرچند که از راه دراز آمده. بیا بشینیم با هم یه چای تاجیکی بخوریم. صفقه
توی تاجیکستان نونوایی به اون شکلی که فکر میکنین و توی ایران میشناسین نیست. معمولا خانوما کار پخت نون رو به عهده دارن، یه تنوری نزدیک منزلشون هست، چند نفر صبح و عصر دور هم جمع میشن و بعد که هیزم رو ریختن و تنور رو آماده کردن و آتیش درست شد اون نون رو درست میکنن. مردم هم میدونن چه ساعتی برن سوپرمارکت که این خانوما اون نونا رو دادن به سوپرمارکت های مختلف و نون گرم تهیه بکنن و تازه. حالا یکی از این تنورا ما پای اون ایستادیم و مراحل پخت نون رو میخوایم برای شما نمایش بدیم. اول من آتیش رو خوب آماده بکنم. چونه خمیر اولین مرحله‌ای که نون باید اون شکل رو به خودش بگیره تا بره داخل تنور. توی اینا اسمش چیه مادر؟ این خمیرایی که ما تیار کردیم آب نمک دراج انداخته میخیلیم، بعد که رسی درست میکنیم پخته و منزلگاهمون میبریم. چی داخل این میریزیم؟ داخل این دراج آب آرد و آب. آها. این چیه اون وقت؟ این کاسه سبزی که من دیدم کو اون چیه؟ این آب بود. سبزی داخلش بود. وای ترغرفه کردیم تاجیکی ترغرفه گفته کبوت کردگی کبوتی ریزه میکنیم بعد نون گرممو در اون تر کرده زنکو استعمال میکنیم. یکیش الان برامون درست میکنیم ببریم پای تنور. میشود البته. این کلچه تاجیکی این کلچه را در درونش روغن داخته آب روغن خمیر ترش انداخته این کلچه تاجیکی را تیار کرده با مرکه با منزلگاهمون میبریم. مرکه توییمون ابا کلبا هست که کلچه کلونی تاجیکی مثلا که اگر دختر به شوهر دادیم کلچه های کلون کرده کلون با زیری از اینم کلون کرده همین 8 تا 9 تا کرده میبریم به منزلگاه بعد در اونجا رفته بریده تقسیم کرده میخوریم. من میخوام تلاش کنم براتون ترجمه نکنم، واقعا حیف این گویش قشنگ و یه مقدار اگر دقت بکنید و با طمأنینه بشنوید متوجه منظورشون میشین. همون واژه‌های خودمونه و البته یه مقداری گویش کهن‌تر. خب منتظریم شما یه دونه نون برای ما بپزین. البته تا نونو درست میکنن. این نکته هم جالبه، خانوما چون چند نفر دور هم جمع میشن نیمکتی هم گذاشتن پای تنور و چایی هم که طبق معمول هست خستگی در میکنن با این قندای به این گندگی. سادگی که دیدی نون نقش و نگار پیدا میکنه. با این نقش و نگار مثل گل روی نون زدن، پشتش هم با چاقو تنور رو دارن آماده میکنن تا خمیر پهن شده روی چونه رو راهی تنور بکنن. واقعا نه هر که سر به تراشد قلندری داند. خودشون که زدن قشنگ در آوردن ولی من که میزنم خراب در میاد. این بهتر شد. من حتما کار بکنم نونوای خوب میشه. آب برای چی بهش میزنی؟ برای که در چکدان ایستد. اگر اون نزنیم نمک نکنیم در چکدان نمیستد. آها. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی جالب بود بسم الله الرحمن الرحیم گفتن و نون و راهی تنور کردن. این از باورهای اعتقادی اونها هم سرچشمه میگیره که نون که قرار رو سفره بیاد پختش باید به نام خدا باشه. اون نون چقدر طول میکشه؟ بعد نیم ساعت تیار میشه. نیم ساعت دیگه. خب مثل دستورهای آشپزی هست که بریم حالا یه برنامه ببینیم بعد برگردیم شما غذا رو آماده میبینین. الان هم همون جوریه. برنامه ندیده او هنوزم گرمه. این نون آماده است.
واقعا جای پنیر تازه و یه چای شیرین داغ خالیه. اون بچه هم کم کم دارن این پخت نون رو یاد میگیرن، هم دختر بچه‌ن. بعد یه روزی خودشون همینجوری نونواهای قهاری میشن. کلچه را بیار.